مال شاگردان نیستن که سوال در چه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود ادامه میدیم به ادامه تیبل. فهمیدیم که هدف از تیبل ساختن جدول در وبسایت است، در صفحه وب پیج ما. فعلا صفحه وبسایت اگر ببینیم، صفحه وبسایت ما کاملا خالی است. اینجا میبینیم اینی پیج است، پیج index.html فعلا خالی است، چیزی نداره. در ما یک جدول جور میکنیم. این index.html که است صفحه اصلی وبسایت ماست. اینجا خب این ذخیره میکنیم، خیلی مشکل نیست. سیو میکنیم برای دسکتاپ به نام index.html. خب یک تیبل گفتیم با تگ تیبل به وجود میاد و عناصر تگ تیبل چی بود؟ تیبل رو و در داخل تیبل رو تیبل دیتا بود که اینی یک اگزمپلش بود. تگ تیبل شروع باردر برش میدادیم و دوباره تگ تیبل را اینجا شما بسته میکنیم. اینجا تیبل رو هر کدام یک رو را برای ما وجود میاد و تیبل دیتا یا تیدی که بود هر کدام یک کالم وجود میاد. حالا کالم میتونه هر چیز باشه، صحیح؟ کالم نیم، پست، سالری و غیره. به این شکل اینجا تیبل روی دیگه است که دو تیدی داره و تیار پس بسته کردم. یعنی مثالش نمونهش که جدول چه برام آوردم. در اینجا یک چیز دیگه، خب بازم عین مثال است، کدام تفاوت نداره، اگزمپل دیگه‌اش است. و یک چیزی که در اینجا نو است تیچ است. تیچ است تیبل هیدر، یعنی عین کار تیبل دیتا رو میکنم، ولی به تفاوت از اینکه تیبل دیتا کردم متن یکمک چیز میکنه، یکمک بولد رقم یا برجسته رقم میسازم. خب این صفحه اگر باز کنیم صفحه خالی است، چیز نداره. پس در اینجا میم نوشته میکنیم که تگ HTML شروع و تگ HTML دوباره پس بسته میکنیم. اینجا یک تگ بادی میگیریم، تگ بادی و تگ بادی یک دوپلیکیت میگیریم، اینو بسته میکنیم. خب در بادی میم یک چی وجود میاریم، یک تیبل. تگ تیبل شروع، کنترل دی دوباره پس تگ تیبل بسته میکنیم. در این تیبل ما یک تیبل هیدر میگیریم، صحیح؟ یعنی یک خب یک تیبل رو اول باید داشته باشیم، تگ تیار و تیار دوباره پس بسته و در اینجا یک چی میگیریم برش، تگ تی اچ میگیریم، یعنی تیبل هیدر. پس تگ تیبل هیدر رو بسته میکنیم. این میشه کار در پیشروی ازی بسته کنیم. اینجا میشه که بسته کنیم و در اینجا محتویاتش عیناً مثل اونمو دیگه است که اینجا میشه شما مثلا آیدی تایپ کنید، اینجا مثلا نیم تایپ کنید. خب به این شکل مثلا پست تایپ کنید و غیره غیره. و این قسمت هم مثلا ادرس اینجا سیو میکنید، یک بار سفر رفتش میکنید. ببین اینجا برای ما آمد نوشته شد، ولی فعلا چون تیبل ما باردر نداره نشان نمیدم. خب در تیبل میم اینجا یک باردر هم براش مشخص میکنیم. خب باردر مساوی دبل کوتیشن یک پکسل، دبل کوتیشن کنترل اس هم باردرش. خب یک چیز دیگه که اینجا ببین، اینا میم یک کار دیگه میکنیم، صحیح؟ یک تگ تیدی میگیریم، تگ تیدی شروع یا روی دیگر رو میگیریم. اینجا بیا یک تگ تیار دیگر تایپ رو، تیار کنترل دی و اینجا تیار پس بسته میکنیم، دایی تیدی میگیریم، یعنی تیبل دیتا میگیریم. دوباره پس تگ تیدی رو بسته میکنیم. این چیز در اینجا بسته میکنیم، آیدی مثلا نیم، پست و این قسمت مثلا ادرس. این سیو سیو. اینی که از تیچ است یا تیبل هیدر و این که از تیدی است. متوجه تفاوت از این با یک هم که بولد میه، برجسته میه و این خالی میه. این شکل این تفاوت داره. تاکه یعنی تیبل هیدر با تیبل دیتا. خب این تیبل هیدر دیگرش تکرار است. اینجا مثالش را ببینید، هیدر یک، هیدر دو، این قسمت هم همون تیدی است.
در تیبل ببین که بعضی گپای دیگه که در اینجا ذکر نکرده برای ما رو کار میکنیم سرش. مثلا چطور میتونیم که یک چند رو را با یک دیگر یا چند کالم رو مرج کنیم که زیاد برای ما کاربرد داره. حالا کاربردش رو میبینیم که چی کاربرد داره. خب یک تگ تیار میگیریم، تیار پس بسته میکنیم، تگ تیار بسته و در اینجا یک چند چی به وجود میاریم، تیبل دیتا با وجود میاریم. صحیح است؟ تگ دیدی رو پس بسته میکنیم. خب تگ دیدی پس بسته اینجا میشه که یک متن شما برش نوشته کنین یا مثلا خب یک دانه از این یک دانه کافی میگیریم، کنترل سی، کنترل بی و کنترل بی که دیگم کنترل بی دیگه سیو میکنیم، یک بار نتیجه میگیریم. حالا چقدر خود از بخاطر که دیتا نداره، یعنی معلومات نداره. اینجا میشه که نوشته کنیم مثلا ID، اینجا مثلا نیم، اینجا مثلا پوست به قسمت رو ادرس. اگر دیگه جدول داشته باشیم، فرض کن که ما جدول رو داریم، کنترل دی این قسمت نیم نداریم، نیم پاک میکنیم، ID رو پاک میکنیم، پوست هم به این شکل دیگه سیو. خب در پایان انجام این رو باید در روی بعدی بگیریم، تیبل روی بعدی. این رو از اینجا کپی یا کنترل اکس یک تیار میگیریم، تیبل رو بسته تیار رو بسته میکنیم، دیگه اینجا پیست کنترل اس. خب برای میشه که هایت مشخص کنیم، یعنی مطلب ما اینه که یک چیزی که میخوایم جور کنیم، میخوایم مرج کنیم سلاح را چه قسم مرج میشه داشتیم. فرض کن ما این قصاحه را انتخاب کردیم، این قصاحه را مرج کردیم، صحیح است؟ این مرج شده. این مرج چطور کنیم؟ از طریق کدای HTML. این ساحه را ضرورت دارم که این قدر جای مرج شد، چون من لیاوت وبسایت میخوایم جور کنم. صحیح است؟ این ساحه دیگه مثلا ساحه بادی است، این ضرورت دارم که برام مرج شد. این چطور مرج کنم؟ این قسمت چطور مثلا تا این قسمت مرج کنم؟ این ساحه را باز چطور تا این قسمت مرج کنم؟ این خود اکسل آسان است، به این شکل مرج کلیک میکنیم مرج میشه. صحیح است؟ ولی در وبسایت از طریق کدای HTML چه قسم مرج میشه؟ این یک چیز اگر بخوایم جور کنیم این چطور جور میشه؟ صحیح است؟ اکثر وبسایت‌ها رو دیدی اینجا خود سایت دبیتر رو سایت کنیم، اینجا ببین قسمت هیدر داره نه؟ این قسمتش هست. این قسمت با حساب چی میگه؟ این قسمت مثلا بادیش است و در پایان ببین فوتر داره. خب این قسمت رو فوتر است. صحیح است؟ کالم اگر بخوایم مرج کنیم کاماند است به نام کال اسپن یا کالم اسپن. رو را اگر مرج میکنی رو اسپن، از طریق رو اسپن میشه. باز اینجا چند رو را میخوایم مرج کنیم، چند کالم اینی از این دلت میمونی یا خب نمید از اینجا یک دانست کافی از اینجا پیست میکنیم، این تیبل ها وید برش میکنیم. خب وید از این مساوی دبل کدشن سی پکسل، سی خالی هم کنشتر کنیم فرق نمیکنه قبول میکنیم. صحیح سی خالی یه سیو میکنیم، کنترل اس، یک دانه با سی پکسل برای مساف و این شکل دیگرش رو جور میکنیم. این را دیگه چه خواهد میکنیم اون ازم یکیش کافی سیو میکنیم. 3 دانه برای ما رو در اینجا داد، 3 دانه کالم برای ما داد. یعنی 3 کالم میخوایم در کل میخوایم یک 10 تا کالم باشه یا 4 دانه باشه کلام که باز رو مرج کنم یکیش. پس وید از این یکم که زیاد میکنم، وید از سینه باشه مثلا 60 باشه، یعنی وید دیگه زیرا 60 میگیریم یکم کم باشه، یعنی وید مثلا 60 دیگه کنترل سیو میکنیم.
حالا کلانتر شد. اینی معلومات از که در اینجا هست اینو میخوایم در روی دوم بیاید. در روی دوم میخوایم معلوماتش بیاید. بازم اگر خواستی مثلا اینو دوگام کلانتر بسازید یا اتیا کار کنید که مثلا اگر بخوایم اینجا یک جدول جور کنم که با خرد شدن و کلان شدن براوزر حالا سایل که اگر براوزر ما اینو خرد کنم یعنی براوزر خرد شود این به این شکل خدا خرد میکنه اگر کلان شود به این شکل خدا کلان میکنه یعنی یک معنی میده که اگر این وبسایت تو رو یک کس در صفحه در موبایل باز کنه موبایل صفحهش خرد است اگر در یک لپتاپ باز کنه که اسکرین 600 در 600 پیکسل باشه او با یک رقم نشان میده. پس اینو چطور کنیم که در کل اسکرینا در کل با یک شکل برای ما نشان بده و خراب نشه. اینجا باز از وید استفاده میکنیم ولی وید برش فیصدی میدیم. یک بار اینو میره بازم از اینجا پاک میکنیم. این از اینجا پاک میکنیم. یعنی اینجا یک تیار دیگه در نظر میگیریم. تیبل رو این تیبل رو فقط یعنی های رو این تیدی که خود داره یک تیدی دو سه تیدی که خود داره این یک تیبل روی دیگه میخونیم تاگه تیار دوباره پس تاگه تیار رو بستن میکنیم در اینجا چی استفاده میکنیم؟ یک تیدی استفاده میکنیم که ویدش مساوی با دبل کدشن 100% باشه میشه که 50% یا 70% بگیریم 100% کلان میشه مثلا 70% میگیریم یعنی 70% صفحه اینجا علامه فیصد برش میگیریم 70% دبل کدشن تک بسته دوباره پس تک تیوی رو میشه بسته کنیم تک تیوی بسته خب فعلا چون چیز ندارم معلومات ندارم با خاطر به اون شکل معلوم میشه خیلی اینجا باید براش هاید هم بکنیم نی پس اینجا بیشتر میکنم که هایدش مساوی دبل کدشن مثلا 20 پیکسل 20 پیکسل دبل کدشن کنترل اس هست یا هایدش متوجه شدی هایدش میشه که بگاه بجاتر کنیم مثلا هایدش 20 پیکسل نباشه 60 پیکسل باشه یا 80 پیکسل باشه کنترل اس هاید از این کلانتر کنیم اینی رو میخوایم اندازه زیاد باشه تا اینی قسمت برسه که ما یعنی این هیدر وبسایت باشه یعنی اگر بخوایم لیاوت وبسایت جور کنیم از طریق تیبل میشه که لیاوت وبسایت رو جور کنیم خیلی در اینجا 70% یا نمیگیریم این 100% میگیریم کنترل اس این 100% شد اینا رو ببین این اگر من خوردم کنم میبینی که این خود که براوزر یک جای خورد میکنه میبینی اگر کلام کنم که براوزر یک جای خود کلام میکنه در اینجا میشه که شما متن نوشته کنید پیکچر بیارین یا اینجا کدام مثلا بک‌گراندش رنگ بدید که گپای CSS از بعداً خالم یک مثالش رو باز کار می‌کنیم اینا در اینجا میشه که نوشته کنید مثلا ID اینجا مثلا نوشته کنید که name و میشه که قسمت هم پست کنترل اس یک بار نتیجه رو می‌بینید ببین ای به این شکل آمد متوجه هستید این چرا به این شکل آمد؟ وقتی که داخل یک تیار است من تیار از این را چند میکنم یعنی تیبل بی از این را چند میکنم این در کل این معلومات از این که اینجا است این معلومات از این را کلش میگیره صحیح نی؟ یعنی میذاره کنترل X از میبرم و داخل یک تیار دیگه مندازیم خب و یک هست این دفعه استرکچر ازش پس میکنیم و اتریبیوت دیگر رو پس میکنیم طوری که alveolar to fit the content میاد کنترل اس یک بار نتیجه رو میبینیم خب ما بر از این وید دادم ولی وید چی که مکمل اینم یک کالمه به خود گرفت یعنی کالمه به اینمی اندازه کلام کرد مثل که ما اینی قسمت اینی ساحه را مرج کردم اینی ساحه را اینی سلاح پایان از یک است اینی سلاح پایان از یام ببین اگر ما او را انتخاب کنم این دیگر هم در مجموع کلش کلش انتخاب میکنیم و این مونه که ساحه ازی تا اینی قسمت است صحیح نی؟ این اگر مرج میکنی با کدام شکل مرج میشه حالا خودی خود مرج شده است دیگه خود اینجا خودش به این شکل کلان است ولی اگر این کلمه‌های خرد میبود باز دو وقتی این مرج میشد حالی را مرج نمیتونیم خب این را مرج میکنیم پس این را که مرج میکنی اینا رو بیا اینجا باز برش چی کن
اینجا نوشته که مثلا تیدی ویدش وید مساوی دبل کوتشن مثلا 60 پیکسل و اینجا تیدی رو پس بسته کنم. میرم از اینجا کپی کن، کنترل سی، یک دانه پیست دو دانه سیوش کن، یا به این شکل تقسیمات شد. ارتفاع برش بده، هاید مساوی دبل کوتشن مثلا 20 پیکسل کنترل اس یا مثلا این دو تا رو مرج میکنیم. این دو دانه سال که ما یکیش 20 پیکسل دادم ولی دیگرایش نگرفت خود نی یکیش 20 پیکسل دادم دیگرایش ضرورت نیست که ارتفاع برش مشخص کنیم چون کلش در یک رو است یک مشخص کنیم دیگرایش هم میشه. پس دو رو را که میخوایی یک جای کنیم دو رو را اینی در دو کالم فعلا میخوایم یک جای کنیم. اینی یک کالم است اینی دیگه کالم است. اینی که کتازی یک جای شود اینی که کتازی یک جای شود کتازی سه کالم میشنه یک دو سه. پس ما میایم در این کالم اول در کالم اول میایم کالم اسپان یعنی کالم اسپان رو مشخص میکنم کالم اسپان برش قیمت میتونم 3 یعنی اینمی به شمول کالم اول دو تا دیگه از رو مرج بکنم یک جای بکنم. بیشتر خود نقص شدیدی که من 100% گرفتم باز این کالم اول پایانی رو کرده خدای تا اینجا آورد دیگه او را نداشت ولی وقتی که مرج میکنی بازی به شکل هیدر میمونه و این دیگه پایان میشه. این خوبتر است هنوز که یعنی وید از 60 پیکسل نه ای مثلا 80 پیکسل بگیریم. اینی رو مثلا 80 پیکسل بگیریم که قیمت کلانتر بیان. اینی رو 80 پیکسل رسید میکنیم اینو به کلام بیان کلانتر بیان. خب اینجا مهم نیست که در کدام تیبل دیتا تو باید کار کنی در کدام تی دی. این یک رو است یک رو به وجود آورد یک رو اینی کالما را داره. ما میخوایم که اینمی کالمایی که در اینجا این میتونه مثلا این کالم میشه زیر و زیر باشه به این شکل. این تی دی اینجا بسته شد این دیگه میشه در پایان ازی باشه. اینی تی دی دیگه میشه که در پایان ازی باشه. حالا 3 تی دی شد نه 4 تا 5 تا 10 تا میتونه باشه. حالا در کالم اول میایم اینجا چی برش مشخص میکنم کل اسپان برش مشخص میکنم کل اسپان مشخص کالم اسپان. خب کالم اسپان مساوی دبل کوتشن چند کالم که خود بگیره 3 کالم دبل کوتشن کنترل اس یک بار صفر بزنید. خب 3 کالم رو که خود گرفت ببینید یک کالم دو کالم 3 کالم او را مرج کرد ولی فعلا چون خیر نشان میدم چون کالم‌های بعدی تا هنوز در اینجا هست دیگه اینا لینی کالم‌هاش از اینجا مسپاک میکنه. یا پاک کنید کنترل اس یک بار صفر بزنید. این اینجا من صحیح نیست. بیشتر اگر من سایز رو به اساس فیصدی کلان میکردم این تا اینجا کلان میشد ولی خیلی چی تو میشد این اینجا میمون صحیح نیست. یعنی یا ایدیام کدش کلان میشد تا این قسمت میاد او دیگه باز راه نداشت برای خود کنیم. سایز زیرا میشه که دوگام کلان کنیم مثلا 80 یعنی 20 است این قسمت یعنی میشه که مثلا اینم 90 بگیریم یا اینکه 100 بگیریم کنترل اس که هاید شد و این قسمت هاید است ویدش هم میشه که مثلا 200 بگیریم بخیر کنترل اس نسبت هم کم است زیادش میکنیم صفر دیگرم کنترل اس تمام سایز اینو بکشید. این قسمت میخوایم که بک‌گراند داشته باشه بک‌گراندش یک رنگ داشته باشه و نوشته باشه نوشتهش هم یک رنگ باشه که خلاف بک‌گراند باشه صحیح معلوم شه. مثلا چه قسم برای ما یک گلوبال اتریبیوت خوانده بودیم برام استایل نیم اتریبیوت استایل مساوی با دبل کوتشن بک‌گراند داش کلر دو نقطه بک‌گراند داش کلر این چه قسم رنگ داشته باشه بک‌گراند داش کلرش میخوای که رنگ آبی داشته باشه صحیح. ما یک سیستم رنگ‌ها را باز میخوانیم که چه قسم مثلا رنگ در نظر بگیریم. ما چند قسم یعنی در کل رنگ در کامپیوتر RGB است نه RGB رد گرین بلو است. این رد از خود دو قیمت داره G از خود دو قیمت داره B از خود دو قیمت داره. قیمت ها از میتونه تا چند پیش بره تا FF پیش بره FF چند است 15 FF پیش بره. این از چند شروع میشه از صفر شروع میشه از صفر الا 9 قیمت میگیره وقتی که 10 شد قیمت A میشه 11 که شد قیمت B میشه صحیح نیست. یعنی به این شکل فعلا ما میخوایم اینا رنگ آبی بدم
رنگ آبی که میدی رد، اول رد است، دوم گرین است، سومش بلو است. پس آیا در رنگ آبی سیاه و سرخ دخالت داره؟ نداره. پس به این خاطر سیاه و سبزش صفر میمونیم، بلوش مقدارش زیاد کرده میریم. صحیح؟ اینجا میبینیم. اینجا خوب دقیق متوجه باشه. خب رنگ ازی چه قسم باشه؟ اینجا نوشته میکنم مثلا اولش خود صفر چیز بود، نه سرخ بود. سرخ دو تا صفر، درست است؟ سرخش دو تا صفر. فاصله. ردشم و دیگهشم دو تا صفر، گرین بود، نه رد گرین بلو. ولی آبیش چقدر باشه؟ آبیش مثلا 10 میگیره. متوجه هستی؟ اینجا یک بار دبل کوتیشن کنترل اس یک بار می‌بینید. چرا فهمیدی؟ بخی رنگ تاریک شد. نه آبی است ولی آبی خیلی تیره. خب این آبی روشن اگر بکنم چه قسم؟ اینی تا چند گفتم پیش میره تا 9. یعنی این اینجا میتونه که اینیام 9 شود، میتونه که یام 9 شود. یعنی 9 شود. این که 9 شد کنترل اس ببین که رنگ چه قسم میشه. عادی ده. حالا آبی تیزتر شد. متوجه هستی؟ اگر بخوایم مثلا از جام کرد آبی تیز شد، اینو چی کار میکنیم؟ اینو نوشته میکنیم 9، اینجا نوشته میکنیم مثلا A. 9A. ده میشه دیگه نه؟ 9A یعنی اولش بعد از 9 دیگه A میاد. این صفر می کنترل اس یک دو صفر میکنیم. دوم روشن‌تر شد. حالا مثلا اردوش AA میگیریم. AA کنترل اس صفر یک بار رفرش میکنیم. آبی دوم تیزتر شد. چرا این استاد بلو نوشته نمیکنه مصطفی من یا رد؟ این گپ خود درست است ولی اصلا قانون رنگ باز ما رنگا رو میخونیم که در رنگ هنوز نرسیدیم. در رنگ رسیدیم باز میخونیم که چرا چند نوع رنگ میشه اگه مستقیما بلو نوشته میشه. بازو اون بسیار نقصا داره که باز برات میگم. اونجا بازو رنگاست تقریبا 16 نوع رنگ داریم ما. اون 16 رنگ است که استاندارد است. باشه که برات نشون بدم این 16 رنگ است. که غیر از 16 رنگ باز ما نمیتونیم دیگر رنگا رو استفاده کنیم. این قسمت اگه متوجه بشید در کلر ببینیم که خوب در کلر دیگه خونده میشه. اینجا کلر است. خیلی در کلر خونده میشه. این 16 رنگ اگه برات نشون بدم کلر رو می‌بینید؟ خب ابدا استاندارد اینا مثلا بلک است، بلو است، اینی است، گری است، گرین، لایم مثلا اینی چیز اینا کلش چند رنگ میشه؟ اینجا کلش می‌بینیم که چند رنگ میشه کرده. اینا لیر به خاطر کار میکنی، به خاطر کار میکنی که باجه دیگه بتی باید کار کنی. از طریق کد باز ما 16 میلیون و 3,77,216 رنگ ترکیب می‌دهیم. به نام از طریق نام فقط می 17 رنگ میشناسه. از طریق نام می‌بینیم 17 رنگ میشناسه. با کد 17 میلیون میشناسه. 16 میلیون و 77,216 اینا قدر رنگ میشناسه. به این خاطر این طریق کدش است که بازی در اونجا رسیده میخونیم. ولی فعلا ما یک رنگ دیگه قسم خوش دارم میخوایم که یک رنگ خاکستری رنگ باشه. خاکستری رنگ باشه پس اولش گفتیم رد است، دومش گفتیم گرین است، سومش گفتیم بلو است. در رنگ خاکستری یا در رنگ سیاه آبی دخالت داره؟ نه. رنگ سرخ دخالت داره. پس این صفر میکنیم، این رنگ سرخش این دو دانه را یک کمک تیره‌تر میگیریم. مثلا 5 دو دانه 5 میگیریم. کنترل اس اینجا رسید کن. با مجرد که رفرش کنم آل دی انتر. این چی شد؟ رد شد ببینید. بیخی دیگه سرخ شد. رد گرین ببینید که گرین بلو. یعنی را ما اگر 5 بگیریم کنترل اس حالا صاحب که کمک چی میشه؟ تیره‌تر میشه. رنگ صاف دیگه رقم شد. ولی کلش باید هم یک چیز باشه. 5 کنترل اس یعنی تا رنگ می‌خواستیم. از جام که اگر بخوایم تیره‌تر شود قیمت از را کم کنیم. مثلا اینا نشته میکنم 3 دانه برای گرین، 3 دانه برای بلو، 3 دانه برای رد. نفر باشه فقط زده بود. اینه تا رنگ سی ببینید این رنگ. از جام که تیره‌تر بخوایم شود چی می‌کنیم؟ اینا مثلا یک برای چیز برای رد، یک برای گرین، یک برای بلو. اینا کنترل س می‌کنیم. تیره‌تر شده. اینی قسمت از را می‌خوایم که یک رنگ دیگه داشته باشه. اینی ساخت. اینا چه قسم رنگ برش میتیم؟ خب حالا نوشته داخل از را می‌خوایم. خب در حقیقت اگه هیدر وبسایت ماست دیگه. خب ما لیاوت که CSS جور می‌کنیم. بدون ما دیو ها داریم. دیو آمده البته در HTML ورژن نه دیو آمده. باز دیو استفاده می‌کنیم از HTML و قدر از تیبل برای چی استفاده نمیشه؟ برای ساختن لیاوت وبسایت. و سابق زیاد استفاده میشه. خب بازم طریقش کار می‌کنیم. داخل از می‌خوایم یک متن نوشته باشه و رنگ نوشته سفید باشه.
پس چه قسم کنیم که متن در اونجا نوشته شود؟ هدر نوشته میخوایم داخل از اون نوشته کنیم. تا این قسمت خو استایل شده. این قسمت دیگه نوشته میکنیم. این یک چی میگیریم؟ تگ H1 میگیریم. این نوشته میکنیم که welcome to مثلا قزاوت وبسایت. دوباره پس تگ H1 که بسته میکنیم. تگ H1 بسته. این کنترل سیو میکنیم یک بار صفحه. این خو آمد در اینجا صحیح؟ اینجا خو آمد ولی میخوایم که یکی نوشته در وسط باشه و دیگه رنگش هم سفید باشه. اینو چطور کنم؟ الاین سنتر میکنم. پس اینجا یک تگ برش میگیریم تگ فونت که البته یا از بین رفته خب فعلا بازم در CSS تا وقت نرسیدیم از استفاده میکنیم. صحیح؟ فونت کلر مساوی بر دبل کوتشن وایت. صحیح نی؟ وایت دبل کوتشن تگ بسته. الاینش در کجا باشه؟ خب این خود رنگش سفید کردیم الاینش از دیگه جای بسته این میکنیم. تگ پس در این قسمت بسته میکنیم. چرا در اینجا بسته میکنیم؟ چون در داخل H1 شروع کردیم داخل H1 باید پس بسته شد نیست؟ پس تگ فونت بسته میکنیم. تگ فونت بسته میکنیم. این سیو میکنیم کنترل خب آل دی انتر رنگ سفید. حالا موقع چه میخوایم؟ در وسط صفحه باشه. در این قسمت اینو چطور کنیم؟ اینجا دیگه تحلیل خیلی مهم است که تو تحلیل کنی که نوشته در کدام قسمت باید بیاد. خب آخر میشه نوشته نمیکنه آخر وبسایت. این خو یک تیدی است نی؟ در تیبل رو نوشته میکنیم. میگم الاین نوشته الاینش اگر در داخل از رو نوشته شد مساوی دبل کوتشن سنتر دبل کوتشن خلاص. کنترل اس نوشته داست. سایز دیگه میشه که از اون کد کردن کنیم. H1 آخرین سایز ببینید. از طریق CSS باز میشه که سایز برش مشخص کنیم هر کاری خواست کار شود. اینا رو میخوایم که اینی تیبل روی دیگه یک رنگ دیگه مثلا برای خود داشته باشن. یک رنگ دیگه داشته باشه. صحیح؟ اینجا میایم این مربوط اینی تیبل رو میشه. درست است؟ این ساحه است. پس در این ساحه اینجا میایم یک تگ فونت استفاده میکنیم. یک تگ فونت. این یک تیدی است دیگه. در داخل تیدی میایم اینجا برش میشه که تگ فونت استفاده کنیم. یا تگ فونت هم در این قسمت استفاده میکنیم. خود یاد صحیح نیست؟ در اینجا استفاده میکنیم. مثلا یک تگ فونت میگیریم. تگ فونت دوباره پس تگ فونت رو اینجا بسته میکنیم. در داخل پس بستش میگیریم. تگ فونت بسته. خب پس اینجا یک کار میکنیم که الاینش هم مساوی دبل کوتشن سنتر قرار میدیم دبل کوتشن و دیگه ای که در فونت میگیم تگ فونت اینجا نوشته میکنیم که کلر مساوی دبل کوتشن هیچ قسم باشه یا وایت باشه نه کلر ازم وایت باشه دبل کوتشن کلر ازم وایت باشه این خو وایت شد ولی خیلی این اگر ما سیو کنم کنترل اس اینجا این فونت کجا باز شد؟ خاطیار الاین مساوی دبل کوتشن سنتر تگ فونت کلر مساوی دبل کوتشن وایت کلر وایت هست از قبل بله کلر قبل وایت هست یعنی تگ فونت ما کلر ندادیم نه؟ چی را؟ یعنی تگ فونت در کدام باید استفاده کنیم؟ این قسمتی اینجا باید استفاده کنیم داخل تیدی باید استفاده کنیم کنترل ایکس تیدی ما در کجا بسته میشه این در کجا استفاده شد در این قسمت بسته است یعنی قسمت استفاده شد و این را هم در اینجا بسته میکنیم در این صحبت بسته شد اینجا بسته شد تایفون بسته این دیگه برای میشه که بسیار سهولت های دیگه است فعلا از شای استیمول استفاده میکنیم در یک استیمول یعنی قدر توانایی در زیاد نمیکنم یعنی اینجا میتونید تو انتر تو یک تیدی شد در این قسمت دیگه تیدی است و دیگه تیدی است برای هر کدامش میشه که مشخص کنیم مثلا این تگ فونت شد استایلش این چیز کلرش این چیز دوباره پس تگ فونت رو میشه بسته کنیم رنگ از سفید شد فعلا معلوم نمیشه باز بک‌گراند از اینجا چنج میکنیم دیگه بک‌گراند چه چنج میکنیم ایدام پیست کنیم اینجا و بیاییم تگ فونت رو بسته کنیم خب بک‌گراند خطاب میشه رنگ از سفید شد معلوم نمیشه خب بک‌گراند از اینجا میخوایم تقریبا رنگ باشه مثل همین ولی خیره‌تر از این باشه خب اینو چند دادیم برش؟ یک
صحیح نیست؟ اودگار دو هر قدر که رنگ بیشتر کنی روشن‌تر شده میره. پس در اینجا برای از یک اتریبیوت استایل باید استفاده کنیم. برای کجا؟ در قسمت تی آر. صحیح نیست؟ تیبل رو. در تیبل رو میم اتریبیوت استایل مساوی دبل کوتشن بک‌گراند اینجاش کلر دو نقطه. این چند باید باشه؟ این مثلا 2 تا 3 برای رد، 2 تا 3 برای گرین، 2 تا 3 برای بلو باشه. حالا 3 برای ازش باشه. دبل کوتیشن کنترل اس نوشته در وسط نام نوشته جمع باید در وسط بینید. خب نوشته چطور کنیم که در وسط بینید؟ نوشته میکنیم که الان مساوی دبل کوتیشن سنتر دبل کوتیشن کنترل اس نوشته وسط فهمیدید؟ حالا اینجا باز میشه که پکچر بیاریم و یک بنر وبسایت بیاریم دیگه بریم. برای از این میخوایم که یک جدول دیگه مثلا ما جور کنم. اینجا باز میشه که ما مینوها رو بیاریم در وبسایت دیگه. اینجا مینو است. دیگه CSS نشه کارا. اینجا خب المنتاش در HTML با وجود میاریم باز استایلش در CSS میگیم. صحیح؟ بعد دیگه پای دیگه در CSS است. خب این از قسمت از این الان ما یک تیبل روی دیگه ایجاد میکنم. خب مطلب این بود که فعلا اصلا هدف ما سر کلر نیست. موضوع کلر را بعدا میخوانیم. هدف ما سر مرج کردن است که ما چطور مرج کنیم. چون یک چیز این قسمت مرج شد، این مثل یک هیدر مورد نظر گرفتیم ولی بعض روهای دیگر با وجود میاریم در اونجا مرج میکنیم. اینجا یک تیبل رو داریم تیار. در این تیبل رو یک چند تی دی اضافه میکنیم. تی دی و دوباره تگ تی دی را پس بسته میکنیم. برای ازی ویت میتیم ویت مساوی دبل کوتشن مثلا اینجا دبل کوتشن سیز کنترل دی یک شار کنم 5 دانه رو برش میگیریم کنترل اس یک بار سفر رفش میکنم در اونجا آمد ولی سعی که اینجا چرا آمد دیگه بخاطر که 2 کالم اینجا اضافه شد نیم این 2 کالم رو پس میکنیم اینجا 3 کالم داشتیم اینجا 5 کالم رو داشتیم اینی رو پس میکنیم یک بار سفر پس اینجا هایت نداره برای از هایت هم مشخص میکنیم ویدش 50 پیکسل شد هایتش مساوی دبل کوتشن مثلا 20 پیکسل است دبل کوتشن این دیگه رو برای از هم مشخص میکنیم میشه که این رو دیگه پاک کنیم از روی یک دوبلیکیت بگیریم حالا مطلب اینه که در اینجا از مرج کردن رو است که ما رو چطور مرج کنیم کالم خود مرج کردیم کنترل اس و یک روی دیگه ایجاد میکنیم حالا دیگه ضرورت نیست که باز من اینجا تیار تایپ کنم تیار رو بسته کنم فقط مستقیم از این کاپی میگیرم کنترل سی اینجا میرم انتر یک دونه کنترل بی یک دیگه کنترل بی یک بار رو سیو میکنیم صحیح شد یک جدول به شکل وجود آمد خب اگر بخوایم 2 یا 3 یا چندین رو را به یک دیگر ببین وقتی که رو میگم به این معنی که از طرف بالا و پایین مرج میکنم وقتی کالم میگم به این معنی که از طرف چپ به طرف راست می‌رسونم یعنی خود منطق لوژیک کامپیوتر به این شکل است که از طرف چپ به طرف راست کار میکنه و از قاب به طرف پایین کار میکنه اینا اگر من تا کالم مرج کنم خب به این معنی که از این طرف میام به این شکل قیمت میتونم برای شکلی تا 3 تا خواستم پس ما این بار میام اینجا چند تا رو را مرج میکنم 1 2 3 4 5 تا رو را میخوایم مرج کنم یعنی 5 دانه رو را میخوایم مرج کنم پس این در کدام کالم دیتا است در تی دی اول است دیگه نه در تی دی اول است اینجا میایم چی کار میکنم اولش یعنی اول پیدا میکنیم کجا شدی خب تیبل رو است نه این خلاص شد این دیگه است خب پس در اینجا در تی دی اول میایم در تی دی خب از کجا به کجا میشه دیگه اینجا خوب متوجه باشین دیگه اینی که از در حقیقت کالم تی دی یا تیبل دیتای اینی چیز ما است اول است اینی قسمت نوشته میکنیم که تی آر نه بلکه تیبل دیتا نوشته میکنیم این از اینی ساهم اینی خو تیبل دیتای سیوم است دیگه کار نداریم اینی تیبل دیتای اول است دیگه اول دیگه نوشته میکنیم ما سیوم کار نداریم سیوم اینی میشه اینی سیوم میشه این دوم میشه اینی اول است حالا ما در اول کار داریم
پس در اول اینجا میایم چی میگیم برش؟ میگیم روسپن مثلا دبل کوتشن چند رو را؟ مثلا 5 رو را 5 رو یا 3 رو را میگیم دبل کوتشن کنترل اس این برسا سر بردش مرچ تاجی شدیم؟ اینجا مرچ شدیم خواهی 2 تا کالم دیگه 2 تا روی دیگه که اینجا مانده ایره باید پس کنیم سیل کن اینجا مهم که پس نی این 2 تا را که مرچ کرده خود 2 تا دیگه اینجا ماند اینجا 2 تا نمانده این 2 تا چطور میشه؟ ایره از اینجا پس میکنیم سیس نی کنترل اس پس پاک میشه خواهی 2 تا دیگه در اون طرف هم مانده پایان هم ایره چطور میکنیم این قسمت یعنی دیگه را از این باید پاک کنیم سیس 2 تا اینی را تعدادش از زیاد میکنیم که مثلا 5 داریم میگیریم کنترل اس توجه شدیم؟ سر اینجا چی میگه برام؟ میگه 4 چیز دیگه مونده 4 روی دیگه مونده خیلی تو باید در 4 روی دیگه رو پس کنیم پاک کنیم حالا هدفش واضح شد داره خب این 4 روی دیگه در کجا مونده؟ این پایین مونده در قسمت خب میره 4 هم نمیگیریم که 5 میگیریم 5 هم نه که 6 میگیریم 6 کنترل اس تا که برای ما بخی تا آخر بیاره دیگه کلش مرچه تا این قسمت بیا متوجه شدی؟ اینمی سلهایی که در تیبل یعنی در تیدی اول بود در تیدی اول یعنی در رو در تیدی اولش بود در مجموع کلش آمد اینجا میبینی؟ چرا اینجا نه؟ کل اینا رو پاک میکنیم ما یه قانون است که باید پاک کنیم اگه پاک نکنی کار نمیکنه اینا خیلی در کجا است؟ یک دانه اینجاست متوجه هستی؟ یک دانه اینجاست این رو پاک کنیم یک دانه اینجاست صحیح نی؟ اما اول کلش پاک کنیم اول بخاطر که تیدی اول بود تیدی اول بود دیگه تیدی 2 و 3 بود این رو مزید پاک میکنیم صحیح؟ اینجا پایان بیا لیاوت وبسایت در سابق به اینمی شکل جور میشه ولی فعلا از طریق دیگ ها جور میشه خیلی وقتا کار میکنیم که سیستمش بلد شه دیگه کنترل اس آره سر کش باید توجه شدید خب اینا در قسمت وبسایت به هر شکل که خواستیم میتونیم مرج کنیم اینا رو میشه که اینی ساحه رو مرج کنیم واضح شد ان شاء الله نه اینا اینجا میشه که تو عکس بیاری اینجا یک فرم جور کنی صحیح فرم بگیری داخل فرم میلیو بگیری زیاد گپاس دیگه که میشه ان شاء الله هر چیزی میتونی زور خودت است خب این از یک مثال که خورد دیگه با تیبل درس ما از تیبل دیگه خلاص شد اینجا هیچ از برش تیبل گرچه که پا در اسکول نبود بازم میره کار کردیم این است تیبل موضوع لیستام گپایی است که اگر چهره تنسای کنی و قدر ارزش ندارن مثلا اینا در لیست است در خود HTML ارزش و قدر برای ما نداره اینا برای ما لیستا رو وجود میاره اینی چرا دیدش بولیت و اینا این لیستا که است اینت یک چیز برای ما با وجود میاره ولی این چیزا در اکسل در خود در HTML ارزش نداره برای ما که ما از طریق HTML برای ما این شکل لیستا رو جور کنه که ما این متن خود نوشته کنیم و باز شکل بدر نمیخوره وبسایت دیگه ای تو بدر نمیخوره ولی وقتی که ما اینو کده CSS کار میکنیم باز در CSS برای ما چه قسم یک چیز به وجود میاره در CSS اینت یک چیز برای ما وجود میاره یعنی نمی لیستایی که ما در HTML ساختیم در CSS میتونیم او را به این شکل به مینو تبدیل کنیم هر مینو سب مینوی خود داشته باشه متوجه هستید این کار لیستا است که ببینید اینجا مثالش داده برای ما یعنی طور یک چیز از طریق HTML به وجود میاره بعد از CSS به خیر رسیدیم اینمی لیستایی که در HTML به وجود آورده این رو تبدیل میکنیم به اون شکل مینو اینجا بسیار ساده کار کرده خیلی ساده است بله